گپ اگر آدم اصلاح میشه так что گپ شما یامو سنگ چیرکی است که سنی ما میپرتوین ما در نمیرسنه که همون چیرک دست شما در میمونه باردارو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شاید که بگین که بیزار مون کردین، نه که بخشش همتون آخرون برشاد ویدیو باشه، شاید که در مدینه با ویدیو بکنیم. یعنی بسیاری ها سوال میکنن که آیا بس میکنن یا نمیکنن. اولش الله سبحانه و تعالی میدونه، دیمش که حجم قبول میشه یا نه اوشم الله سبحانه و تعالی میدونه. اگر که بتونین دعای خیر بکنین و نتونین اگر کامنتاری بد ننویسین. بعضی دشنما بنهایت قبیح میکنین و چی گفتنیم بسیاریات، یعنی میگه که با کجا بریم، از کجا مراجعت کنیم که ما را میخوایم که حج بریم. و بسیاری ها مثلا میگه که ما را بس کنیم، مثلا سرایاندا میگه که ما میخوایم بس کنیم و با کجا مراجعت کنیم یا اینکه چه خیل کنیم. هر انسانی که بس میکنه فقط به خاطر الله بس کنه، نه به خاطر که یک از حجون بیاره. فقط تنها برای الله سبحانه و تعالی هر انسان هر کاری که بکنه، یعنی نفرای پیدا میشن که کمک میکنن در راه الله. با خاطر به خاطر من نه، به خاطر اکای معروف نه، به خاطر اکای شهباز نه، فقط به خاطر الله. یعنی ما خانه خدا برای چی میام؟ به خاطر الله میام که الله سبحانه و تعالی گناههای ما را عفو و مغفرت کنه. اکای شهباز خوش آمدی، چه خیلی خوبی تنجی؟ شکر باز عبادتات چه خیلی؟ خیر کدیسی مایده آمده کرد یعنی خوب ایومدگیت پشیمونی یا نه؟ چه بفهمونو که کلمه نه هیچ بتواده دفعانی همی گفتنی ما سلام منی پیریدایت. مثلا که از آمدن الحمدلله که خوشحالی بهتری پشیمون نیستی؟ یگون مایده که معروف. سلام علیکم. خیلی بهترین اکا. سلامتی خوب بهترین. ایرانه. علی مهم که چخیل آمدی؟ ساک سلامت رسیدی همه نشتیک؟ یکم کم بوده نیست. ایومدگی پشیمون نیستی؟ نه البته. یعنی حج کم و کم مشقتی داره، بخوای نخوای کم کم پیدا میشه و پات در میگیره، سر در میگیره، یکی در راه مونده میشه، یکی دیگه میشه. المهم که مثلا که یک ذره هستن ای در مشقتیش بسیارتر شاید که در شهر رسیه ببینیم. هم خاطر الحمدلله یعنی از میگن که سخن از زبان لقمان شیرین است. یعنی شما آیا ریبخانی بس کردین یا نه؟ ان شاء الله بله بس کردم. شما چی حاجی بابا؟ چرا حضرت؟ سرایندگی را. سرایندگی چی بود؟ این دیگه حضرت فراموش کرده بعد یه زمزم خوردن. المهم که برای که حج میخواین برین رقم ها در روی اکران و برای انسانانی که گذشتن میخواهند بسیاری مرا مینویسن. من اوس پیدا میکنم که مثلا حرکت ما جواب بدم. گرینسک نسیگه برای گرینسک گذشتن نام میتونید که مراجعت کنین و برای حج اینجا و سلکه کانالشون میمون در اپلیکیشن میدونین که بدرین ویدیو رو ببینین که حاجیا چقدر مثلا که زیاد میرن به خانه خدا مصلحون. به خاطر الله سبحانه و تعالی حرکت ما شما اصلاح کنه و توفیق بندگی برای حرکت ما شما عطا بکنه و بتونین اگر کامنتری بد ننویسین بتونین دعای خیر کنین برای هر یک مؤمن و مسلمان. اگه چه گفتنی داشته باشین شما؟ من گفتنی هستم که همین کاری گپی خوب گفتن میتونه حقارت نکنه برادر التیماس. برای که بعضی دیگه برادرایی که از امروز ها بحث کردنیان و دل مونده میشوند، مثال میگن که ما میخوایم برای حق رویم، مثال خیلی گناهامون رو فهمیدین ولی اگر که حقارت رو بینن، مثال برادرها حقارت کردن بعضیشون بینن بعدا همی کمتر رنجورشون میکنه. نه بله لو انسان باشه وقتی که دشنامو میبینه، مثلا وقت ما حتی میشه کامنتری رو میخونیم زیق میشیم که سبحان الله بجانه که یعنی دستگیری کردن نمیتونه قرن یعنی بدرفتاری نکنیم. حاجی صاحب تو چی گفتنی؟ ما گفتنیم که یا را حقارت نکنین ما را کنین برای که ما چی حقارت میفراتون بنویسین در کامنتری یک چی دست سبب عفو گناه ها خاطمینا. بله حضرت علی رضی الله عنه وقتی که یک انسان بگیم غیبتش میکنه از قفوش گپ میزنه، حضرت علی رضی الله عنه برای او یعنی بهترین قیمت بهای خیرما را میگیره میبره برای او. او حیران میمونه که چرا مثلا برای من خیرما آوردی؟ میگه من شنیدم که از پس من غیبت کرده، قفا من بسیار گپ ها گفتی، یعنی با اون خاطر آوردم که تو سبب شدی که الله سبحانه و تعالی گناههای من عفو کرد، گناهام ریختن. با اون خاطر از گفتن شما یگان انسان یگان جوش کم نمیشه، بلکه عزت از جانب الله سبحانه و تعالی انسان عزت میده. یعنی اگر که شما چقدر گپای قبیح نگین، وقتی عزت که الله بده اگه معروف باشه، اگه شعبود باشه، که من باشم یا که دیگر برادرام که باشه، عزت از جانب الله. چقدر شما اتوی چپا کم کامنتری بد نویسین، الله که عزت بده در یک دقیقه انسان میبره. اگر که الله شرمنده کنه در یک لحظه شرمنده میکنه. با اون خاطر فقط هر چیزی که از جانب الله، هر کاری از به خاطر الله. کسی که حج میرین مقصد هم رقم ها زنگ بزنین. ما حج نمیبریم، ما کمپانی نداریم. ما خود ما رنگ شما رنگ این برادرها و همه کسا بگیم یک بگیم
کار کننده در شهر روسیه کار میکنیم، تاکسی کار میکنیم، دستافکا کار میکنیم، همه طرف جمع میکنیم، مساج میکنیم، چیزی که دستمون میوه کوشش میکنیم تو اینکه محتاج و طلبنده پیش کس نشیم، دست درازی نکنیم، یعنی دست دراز نکنیم که برای ما بته، ما خود ما کوشش کنیم تو اینکه بر دیگران یاردم کنیم، کمک کنیم. که ما شما را پیش نویسان کمیتر یک فکر کنید اگر که با گپ شما با گپ اقراتی که می نویسی که ایتالیا که اون گپ نجایی که می نویسی که خیلی اگر با گپ آدم اسلام میشید اگر با گپ آدم دیگه میشید حضرت محمد صلی الله علیه و سلام امکی دوستارش مسلمان میکرد، حضرت نه فرزندش مسلمان میکرد، حضرت ابراهیم پدرش مسلمان میکرد، حضرت لوط زنش مسلمان میکرد که یا پیامبر بودن. با گپ اگر آدم اسلام میشید так что گپ شما یامو سنگ چیرکی است که سنی ما میپرتوین ما در نمیرسنه که همون چیرک دست شما در میمونه باردارو. خدا حافظ. خب بهترین سخن که در قلب انسان شاید جا بگیره، انسانی که بدبخت هستن یگان چیز جا نمیگیره، نه که الله هدایت بده هر یک کدیم ما و شما را. توفیق بندگی و رزق حلال باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حضرت